السلام علیکم. من یوسف مدینه شهر خوجند. این فرزندم یوسف مرحمت خان 7 ساله می باشد. 4 سال است که فرزندم از بیماری وزنی عصب اذیت می کشد. در همین طول 4 سال فرزندم از سخن گفتن، راه رفتن، خوراک خوردن محروم گشت. چشمانشم نابینا شد. در 1 سال با حالت‌های وزبین در بیمارخانه‌ها چند مرتبه خواب رفته می‌براید. از همین سبب برای تفاوت فرزندم خواهر و برادران عزیز از شما یاری طلب می‌کنیم. کارت ما به نام عزیزخان مومنوف خورشیدویچ می باشد. نمره کارت 220 220 195 875 70 86 می باشد. رحمت به شما یا کسی که اگر در دنیا از گردن یک برادرش یک مشکلات می بردارد، نمی خواهد که این برادر در این مشکلات گرفتار شود، پیغمبر خدا گفتند فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پروردگار آن مشکلات هایی که در قیامت شما دارید، خداوند همه مشکلات های شما را در قیامت دور میکند. اگر تو در دنیا مشکلات هایی که بالای برادراتان میآید دور سازید، باید ما غمخوار باشیم، ما باید رحمی با یکدیگر داشته باشیم. و ما سوره حجرات میخونیم انما المؤمنون اخوتون، برادرها با یکدیگر دوست هستید، شما با یکدیگر برادر هستید. این مردمی که نابسته در کدام کوچه و در کدام شهر زندگی میکنی، ایمانی بر خدا داری، تو با یکدیگر برادر هستی. باید ما برادر یکدیگر باشیم، غمخوار یکدیگر باشیم.